تصویر زیبایی که در رسانه خیلی بالا پایین میشه. شیر دخترکی افغانستان و با پلنگی زیبای آبی. این تصاویر در سوشال مدیا در رسانه غوغای را برپا کرد. نیست به هموطنای ما افغانای ما میگن این دختر از پاکستان است و پاکستانی می هست و نیست به هموطنای ما افغانای ما میگن نه این دختر از افغانستان است، از ولایت زیبای بدخشان، از پامیر بدخشان است. همه با هم تماشا میکنیم که این دختر کجایی هست و از کجا هست. بله، این دخترکی خردسال، دخترکی پامیری از ولایت زیبای بدخشان از افغانستان هست. بچه پلنگی را بزرگ کرد که فکر میکرد بچه گربه هست. این پلنگ تربیه شد، پس از بزرگ شدن اکنون به کوها برگشته هست. اما گاهی سراغ این دخترکی خردسال می آید و این دخترک میبینه، دوباره پس بر میگرده میره به کوها. بله وطندارای عزیز، این دخترک خردسال با این تصاویر زیبا با پلنگ آبیش از ولایت زیبای بدخشان است، از پامیر بدخشان است. آفرین به تو شیر دخترک افغانستان، چه تصویر زیبایی، چه تصویر قشنگی.